سلام و وقت همه شما عزیزان بخیر. خدا کنه خوب و صحتمند و سرحال باشین. و یکی دیگر از برنامه‌های هدف میدیا با من امید بکتاش خوش آمدین. دوستان ما امروز سینا پامیر آمدیم و می‌خوایم که از لیلام فروشایی که اینجا هستن یک گزارش خیلی مقبول براتون تقدیم بکنیم. ببینیم بیشتر دوستان میگن که خیلی چیزای مقبول نمیتونی در لیلامی پیدا بکنی. ما هم میریم صحبت‌های با دوستای عزیزمون داشته باشیم در رابطه با کاروبارشان و همچنان امو اشیای لیلامی هم که اینجا هستن برای شما تصویر میکشونیم. شما هم ببینید که آیا دوستایی که میگفتن خیلی چیزای خوب پیدا میگیری واقعیت داره یا خیر. ما رو همراهی کنید دوستان. سلام، خوب هستین؟ جورسی بخیر. تشکر، سلامت باشین. مسئول دکان خودتون هستین؟ بله. آیا پیسه را پیش کردن حال فهمیدیم مسئول دکان خودشان هست دوستا. میشه نام تو بگی برام؟ نام ما حبیب رحمان. حبیب رحمان جان، چقدر وقت است اینجا کاروبار میکنی؟ 8 سال. مدت 8 سال. خیلی وقت شد پس دیگه. بله بسیار. چطور است باز وضعیت کاروبار اینایتون؟ والا شکر الحمدلله فضل خداست. تمامش اینجا که هست اینا لیلامی هستن یا مغازه‌ای هم دارید؟ بله لیلامی است کلش. تمامش لیلامی هستن. نام خدا مقبول هستن تمامشون. چند دستی جمپرا میشه که خودتون جمشید جان داخل بیایید تصویر بگیری از اینا و دوستم هم کمی معلومات بده در موردش. این جنس خوب باید داره 400 300 200 100 لیلامی است. اینا رو شما باز از کجا خریداری میکنین؟ از پاکستان. یا از پاکستان میای اینجا باز اینا رو هر کدامش شما دیگه باز درجه بندی میکنین؟ بله. قیمت میمونید سرشون؟ بله از سورت. چطور از باز اوضاع کاربار نسبت به سابقه که خوبتر شده است یا نه؟ نه بسیار تغییرات خورده. دوستا یک چیزی که بسیار جالب است هر جایی که میری از کاروبار مینالن نه؟ من فکر میکنم بالا وضعیت اقتصادی دوستای ما قدر زیاد خوب نیست، شاید لیلامی را بیشتر خریداری بکنن نسبت به مغازه وینا. بله میاد لیلامی میتوای میگه چه والا لیلامی است، لیلامی خوب باید باش. وضعیت مردم خرابه، وضعیت مردم خراب نباشه باز میخره. خب مال لیلامی تا لیلامی زگه بعض لیلامی ها هستن که مثلا از چند شروع میشه این مال لیلامی؟ لیلامی از داره پا بگی در 600 800 اینا تو بیا داره. شاید تو 600 700 که شما به فروش میرسونین اگر در مغازه باشه شاید امور از 1500 یا 2000 کم نته دیگه. بله اما تو هستی. خب است این جمپرکایی که هست خیلی رنگ مقبول داره. دوستا باش دوستا رو یارو نشان بدیم. این جمپرک چند میاد قیمتش مثلا؟ 3.5 سر. 3.5 سر. اگر مثلا امیر تخمین بزنین مغازه باشه چند خود باشه به قیمتش؟ والا 800 1000 کم نمیتونه. ها نسبت به اون ارزان تر است. باز اینا باز شما 3.5 سر به فروش میرسونین یا قیمتش واجبی است؟ چنا بزنن کم هم میکنین؟ چنا بزنه در 2.5 ساعت میرسه. بله. تمام شماتش جنسای پسرانه است یا دخترانه هم دارین؟ باش دوستا پس را بند بکنم اینجا که خرابی نکنیم. باز دوست مناگه یک آمد تمامش پایین کرد پس بند نکرد. میشه بریم داخل بریم خیلی در مورد جنسای دیگه هم است همراه دوست ما صحبت بکنیم که معلومات بده در موردش بر دوستا ببینن اگر دوستای به خوششون آمد حتما باز میان اینجا خریداری هم میکنن نه؟ چند کاتگوری اینجا فکر میکنم 3 دکان اینجا هست نه؟ بله 3 دکان. چند کاتگوری تقسیم شده است؟ اینجا قیمتی است اون طرف قیمتی تر است یا چه رقم جنسا را گدوات موندی؟ نه گدوات است. اینجا فرق میکنه تمام ژاکتای زنانه است. بیا جمشید جان خودت هم داخل بیا تصویرش بگیر. بالا پوشه ترکیه است این چیزاست. اینا تمامش دگاتای لیلامی بر شما بود. بله این لیلامی است. این جاکتا تمامشون باز از پاکستان میاد؟ یا کلش از پاکستان میاد. بله. یعنی از کشورهای مختلف جمع آوری میشه میاد پاکستان باز بعد اینجا شاید بله و کمپانی نام لندن جرمنی کمپانی است 1000 کشور میاد. تشکر، سلامت باشید. زنده باشید. میشه اگر گفتنی داشته باشین پیام بر دوستا داشته باشین کامرا در خدمتتون است. تشکر، زنده باشید. سلامت باشین، وقت خوب خوش براتون. زنده. خب دوستان میریم دکان‌های دیگه هم که اینجا هستن همراهشون صحبت‌هایی می داشته باشیم و همون لباس‌های مقبولی که در لیلامی هستن برای شما با تصویر میکشونیم. اگر شما خوشتون آمد آدرسش سینا پامیر هست حتما بیاین خریداری بکنید. خب دوستان اینجا دوست ما لیلام کرده است سی رو پس ادا میکنه بریم امروزشون صحبت بکنیم چی است و چطور قدر ارزان لیلام کرده. سلام، خوب است؟ سلام علیکم. خوب است؟ شکر، سلامت. نامه چی است رفیق؟ قربان علی سویدار. قربان علی جان،
این چی است که دانی سیر پلیلامش کردی؟ این زیرتنبانی است مردانه و زنانه. گد بعد از دوستا سعی شناخته نمیشه به اون خاطر پرسان کردم ازشان. چقدر وقت است که اینجا کار میکنی قربان؟ 5 سال میشه لالا جان. 5 سال. چطور از باز افزای کاروبارتان؟ والا شکر از باز زمستان کم خوب است دیگه، بهار نیست نظر خدا. زمستان زیادتر خریداری میکنن این چیزا را. بارم باز این چیزا رو سودا میکنی؟ نه باز مالای بهاری چیزای نازکتر میره، میخوای دبل از بهار نمیشه. اینا باز دانه چند خودت میخری را گاتکی میخری دانگکی میخری چه رقم است آوش؟ اینا گاتکی همینجا نفر پاکستان داریم پاسپورت و ویزا دارم اونجا میره گاتکی برای ما روان میکنه دیگه. باز اینا را هر کدامش دانه به دانه با سنجش میگینی خودت که چند تمام شد از چند بفروشم چند فایده بکنم ما مترس؟ دیگه ایرا گات شمایده میکنیم اونو دانه حساب میکنیم چقدر سره بر میکنه چقدر خرابش. بازم سرایش در دکان میمونیم خشتش اینجا بر میکنیم. خب سرایش دانه چند سودا میکنی؟ 100 روپیه 80 روپیه. اینا فرق میکنه. من فکر کردم همون گاتا که میاری خالی میکنی و سیرپلی لا میگینی. بس اینجا هر کار دوستا از خود تکنیک میخواد دیگه. یا حتما میارن جای دارن اونجا با سر و خشره میکنن چیزایش که خوبتر از قیمت سودا میکنن و چیزایش که با زیزرگک خوبتر نیست اونا را لا میکنن. البته بله بله. چطور از با نسبت به سابقه کارتون افزایش یافته؟ نه والله افزایش نداره. خب باز شکر است دیگه روزی میبره کم شده. کمتر است. مثلا چند کار میکنه اینجا خودت؟ 1800 بعضی وقت 1500 تا 2000 هم 3000 هم میرسه. کارشون اگر روزانه 1500 کار میکنی خیلی خوب است دیگه. منم شاگرد میگیرم اینجا. شاگرد ولی خودم هم شاگرد هستم. خیلی خودت هم پیسه بهش نیستی شاگرد هستی؟ شاگرد هستم بدر خودم. روز چند میتواز خودت قلم سخی جان؟ 200 میتا بدر درست خودم دیگه چه سودا کردم از خلیفه است. یعنی 1500 خی خودت نمیگیره دیگه. اون خلیفه را میتی شاید همون خلیفه هم چند شاگرد داشته باشه و او هم پیسه بده خی فایدهش کم از دوستا. لاک من دلم خوشت میخواستم بیام شاگرد باشم. نه دیگه شاگرد زیاد داره. وقتی که شاگرد در دکان است دیگه زمستان باز کار ما خوب است کمی شاگرد زیاد میگیرن. بهار یک دانه دو دانه است. یعنی فروشات لیلامی در کل در تابستان بیشتر است یا در زمستان؟ زمستان بیشتر است چون یخ است مردم میخرن. نه واقعا هوا اینجا خیلی سرد دوستان میال دوستای مرا یخ زده است. خب روز خوب خوش برات میخوایم غلام سخی. زنده باشی بعد. شکر سلامت باشید. وقت خوب خوش ما میشم مصروف کارتان باشید. بخیر باشی. نه همچنان. خداحافظ. دوستان با هم بریم بیشتر با دوستایی که اینجا هستن صحبت بکنیم در مورد کاروبارشان و بیشتر مزاحم کار دوست ما هم نمیشیم. ما را تعقیب بکنید دوستان. میخواستیم دوستا طرف دکانا بریم ولی رفیق ما صداق از میگه همراه من مصاحبه نمیکنین همراه خودت مصاحبه میکنین. نامت چی است؟ نام رحمت الله. رحمت الله جان پلاستیک سودا میکنی اینجا؟ چقدر وقت میشه؟ 1-2 ماه میشه. 1-2 ماه میشه. خیلی تازه آمدید این کار. قبل از این باز چی کار میکردی؟ قبل از این مکتب میخواندم. مکتب میخواندی؟ صنف چند مکتب هستی؟ صنف 2. صنف 2 مکتب. نام خدا در این بزرگی صنف 2 هستی چرا؟ ناوقت شروع کردی یا ناکام موندی؟ واقعا چه بگویی؟ ناکام بودم. چند سال ناکام موندی؟ 3-4 سال. ها درس نمیخونی حتما بازیگوشی زیاد میکنی نه؟ باز پدر جانم به خاطر از اینکه برات یک جزا شد حتما روانت که اینجا کار بکنی. چطور؟ چی کار میکنه پدر جانت؟ پدرم بیکار است، پایش قطع است. قبرغش مایده است، موتور زده. آی دوستا واقعا خیلی سخت است. پس نانآور خانه خودت است یا کسی دیگه هم هست در خانه کار میکنن؟ 1-2 برادر دیگه من از خردوام کار میکنه. یکی دیگه است از ما که کلان ها همین پلاستیک میفروشه. تمامتون پلاستیک فروشی میکنین؟ روزانه باز چند کار میکنین؟ روزانه هر 4 ماه هر 3 ماه هر 4 ماه 300-400 میکنیم. 300-400. واقعا دوستا خیلی مشکل هست. یعنی با این سال کمی که داره در یه هوای سرد واقعا خیلی مشکل هست. آمده کار میکنه و میخواد که نفقه حلال پیدا بکنه برای خانواده اینای خود. خب میشه پیامت را گفتنی تو بر دوستا اگر داشته باشی پیام گفتنی میشه از طریق کمری ما در خدمت باید که ما کمک کنه سیکو هیچ چیز نداریم در خانه. ما هم از هموطنان عزیز ما که در خارج از کشور هستن همین تقاضا را داریم که برای عزیزانی که اینجا هستن در سرک کار میکنن اینا کمک هایی داشته باشن تا حداقل اینا هم حداقل زمستان سردی که پیش رو دارن را در کنار فامیل دوستانشان خوش بگذرانن. صحیح شد؟ صحیح. خیلی ممنون سلامت باشید. تشکر. خیلی. خب دوستا بریم دکانایی که هستن اینجا بیشتر در مورد اجناس لیلامی که هستن اینجا صحبت هایی داشته باشیم. نرخ نوایی چطور است؟ لیلامی چطور است؟ کاروبار اینا شد. سلام خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ تشکر سلامت. نامه چی است رفیق؟ احمد زکی. احمد زکی جان این مربوط خودت میشه این میز؟ میز مربوط. چقدر وقت است اینجا کار میکنی؟
سالهای زیاد شد دیگه. یک 5-6 سال شد. خیلی وقت از عمرت اینجا گذروندی. چطور از وضعیت کاروبارتان؟ خوب است دیگه، مثل دیگه سالا نیست. امسال خیلی سطحش پایین است. امسال دیگه بیشتر مردم استفاده نمیکنن لیلامی را. از یک طرف مال قیمت است، از یک طرف مردم پیسه نداره و روزگار کلگی خراب است. اما پیسه یک چهارده نان مردم پیدا نمیتونه دیگه، کالا خریدن خیلی گپ دور است. واقعا اما دوستا به خاطر هستی که وضعیت مردم اقتصادشون خوب نیست، شاید بیشتر روی آورده باشن به سمت لیلامی و اجناس لیلامی را استفاده بکنن. چطور با شما مینالین زیاد از کاروبار؟ والا به سمت لیلامی روی آوردن، ولیکن دیگه اموالی که هست فعلا هم پیسه شکم خود پیدا میکنن. لیلامی را که هر چقدر چیز باشه خریدن نمیتونن. مهمترین چیز دیگه کالا است، غذا است که مردم اونم یک 5 نان برای خود پیدا کنه دیگه. این کالای لیلامی را میگه سردی تیر میشه، خود شکم گشنه شه و خوشیدن نمیتونه. واقعا خیلی مشکل است دوستا. چطور از بازمالای لیلامی نسبت به سالهای قبل ارزان شده است یا قیمت شده؟ نه امسال قیمت‌تر بوده. چیزای خوبتر هم باز میاد. مثلا بعضی دوستا میگه وقتی لیلامی را بپالی خیلی جاکتکای مقبول جمپرای بسیار مقبول پیدا میشه. او گاتایشان علایدگی است، در بعضیاش میبره، بعضیاش گاتایش سرکدگی است. اینا را دیگه برای شما نمیارن، فقط اونجا خودشان بین خودشان اونجا بخش بندی میکنن، باز بر شما میارن. کلش سرت میشه، چون میشه، باز بعد از او تقسیم. حالا دوستای اینا خوب است، چالش یاد گرفتن، در اول تمام چیزای خوبش گوشه میکنن. نه این کلش خوباش زیادتر در پاکستان کشیده میشه. خیلی ممنون، سلامت باشید. قربانت. وقت خوب خوش برد. تشکر. خوب از دوستا، ما فکر میکردیم تا پیش از اینکه شاید به خاطر از اینکه اوضاع اقتصادی مردم زیاد خوب نیست روی آورده باشن به سمت لیلامی و بیشتر از اجناس لیلامی استفاده بکنن، ولی دوستای ما هم زیاد نالیدن از کاروبار. خب دوستان عزیزی بود برنامه امروز ما که خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد. باز هم تا در یکی دیگر از برنامه در خدمتتون قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدار.